سلام و درود خدمت هموطنان خوب و نازنینم. انشالله که خوب و خوش باشین، سر حال باشین، همیشه جور باشین. دوستا همینطور که شما هم میبینید دیگه ما امروز آمدیم در مهرآباد در سر خاگاه آمدیم دیگه. می بچه ها رو تفریح آوردیم، گفتیم یک باید تفریح امروز یک شنبه از اسکولام چوتیه دیگه، باید ساعت هم تیرش نه یک توت مودم بخوری خوب میشه دیگه. هر روز کار یک روز بالاخره آدم باید تفریح بره دیگه. جای دوستا خالی دیگه. انشالله که دوستا خوب و خوش باشین، همیشه سر حال باشین. دوستا به زحمت می ویدیو نزمارم شما بیننده باشین دیگه. لایک و سابسکرایب که نمیلالیق را حمایت کین دوستا. تشکر از حمایت شما دوستا ویدیو رو تا آخر ببینید دیگه. جاها امروز کجا مری علی؟ از سر خاگم مرد اونو توت خورده هم امروز در مهرآباد. خب رشید علی تو کجا رشید؟ مهرآباد توت خورده. توت خورده دیگه. واسه بعد که بریم دوستا، اول دفعه بریم سر قبر شهیدا، بریم یک فاتحه ماتحه رو بگی، بعد از انشالله ده توت رسیدگی منی. دوستا تازه رسیدیم دیگه در دروازه شهیدا دیگه، بریم یک فاتحه رو بگی دیگه دوستا. ماشاءالله درختار ترکین چقدر خوب، عالی، چقدر جای خوب، درختار شنده فهمیدی بسیار یک جاهای خوب. سلام علیکم. خوبی بخیر جان بجوره؟ امروز مهرآباد انده سرخاگاه اینجا توت خوردم. نال قراره که بریم اینجا سرخاگاه، سرخاگاه شهیدا بریم. آن آن جان دل و جانان من آرفته ای از ویران من، ای جان دل و جان. سلام علیکم کربلایی. خوبی جان جوری بخیر سلامتی جوری کجا هم کربلایی امروز؟ این روز هم ده سای زبان خوردو تو خوردم ده؟ خوردو ده یکم داده دیام بار چکده تقریبا پوره دیگه. ماشاءالله. آره بسیار یک توری مزرار خوب خوشمزه آره هم خوردی و هم چک دیدی هم بالشار پور دیدی سای من برای خانه موگی. بسیار عالی. خوب شد علی امروز دیگه، دست همهش درد نکنه دیگه. خوب شد در نکنه بالاخره زحمت کشیدی دیگه. تشکر خیلی. یعنی کجا برید؟ یالی بخیر نه سرلا برید این طرف چیز موری خانه لاله ما آره بردم شاخ کو منجی برش نیست سامیر باید نانک جای بخورین آنه چشت بریم دیگه. آره بریم کجای
آره ایزین کربلایی توی الخنزی فتلای پور میتونی در سر زکو برشنی؟ آره ما دو نفری صاحب مهربان استه استه مری خب بسیار خوب دیگه خب دستشون در نکنه دیگه خوب شده کم تو مدت جمع کردین بسیار خوب شد تفریح گشتی همینجا خیلی سربلاست